کسی از پاسخ داده بتانه این سوالات بانوی بزرگوار؟ کدام آدم غیرتی، کدام سیاسون با خرد، کدام آدم وجداندار، کدام مرد سربلند، کدام آدمی که امی گندی امی کلیش یک ذره کلان باشه، یک غیرت و شهامت و مردی داشته باشن؟ کسی در قبال خواهر سرزمین امروز مسئولیت گرفته میتونه؟ کسی در قبال ناموس سرزمین مسئولیت گرفته میتونه؟ خواهرتان در به خانهتان بسته میکردین که خواهرتان کس نبینه؟ امروز خواهر یک سرزمین در ده شب در میان جنگل یک سرزمین متفاوت در حرکت است و ما شعار مردانگی و غیرت و سربلندی را داریم. شرف ما، وجدان ما، حیثیت ما، آبروی ما، وقار ما ریختگی هست. ما باز هم تکرار میکنیم که بر ما بسیار جای شرم است. ما چادر باید بر سر ما بزنیم و چوری ها را بر دست ما بکنیم و در یک خانه باید بشینیم و اجازه بدیم که زنان باشند که آزادی را بر مغان بیارن. این بانوان عادی نیستند. اینا قشر تخصصمند یک سرزمین هستند که در درون طالب صدای آزادی را سر دادن. ما امیدوار هستم که پیام دوستای دیگر هم کوتاه بگیریم، بعد باز ما حتما روی به مورد گفتمان خود پیش میبریم. بانو بیگ بفرمایید. درود بر شما، وقت شما بخیر.